سال از خودم گرفتم برای اولین بار قسمت شده بیام اینجا نمایش بدم. حالا دست در نکنه، خونم گرگانه، مادرم بچه گرگانه، ولی پدر خدا بیامردم ترک قشقایی شیراز بود. 7 سالم بود تو این میدونان نمایش دادم تا به این سن رسیدم. 32 سال خاک گرد زورخونه رو خوردم. ما گفتیم نمایش پهلوانی از نمره ادب ما کم نشه. این اسمی که مردم رو ما میذارن، وگرنه من بگم ماشین رو با گردن بلند میکنم این نماد پهلوانی نیست. من بگم این ماشین رو از رو سینه و کمرم رد میکنم این نماد پهلوانی نیست. نماد پهلوانی به زور زیاد نیست. بلا نسبت این برشا به یه دونه الاغ 500 کیلو بار کن یه سربالایی رو میره بالا، پس به اونم باید بگی پهلوان. نداداش، پهلوان شهدای اسلامن، پهلوان رزمندگان اسلامن، پهلوان اون شهدایی هن که سینه گوشتالودشونا جلوی گلوله های دشمن گرفتن. آقا به سردی همونطور صحبت کن. بیا ساکت شین دیگه. به خدا پشت این بلنگو حرف میزنه، یه نفر حرف میزنه این میخ میخوره تو سرت. دمتون گرم. بده براتون نمایش بدم. پهلوان شهدای اسلام، رزمندگان اسلامن. پهلوان اون جوونه توی تاکسی میشینه، ناموس مردم میشینه کنارش، پای ناموس مردم میخوره به پاش، فکر میکنه خواهر و مادرشه. این نمایشات دلش به خاطر خودنمایی نیست، این نمایشات به خاطر ناموسه. این نمایشات به خاطر یه لقمه نون حلال برای خانواده است. وگرنه من به خدا 10 تا مدال پهلوانی گرفتم، یه دونه کتاب به من دادن. من نیومدم 46 سال عمر گرفتم از خدا. پدرم این کارو بوده، پدر بزرگم 7 پشت من درویش پهلوان بودن. خودم چلونشین پاکستانم، امروزم مهمان شما خواهر و برادرم. یا آقا به سر زرنگ که از مار نمیترسه داره بیاد کنار من. این های پیرمردم میاد. یه بچه میخوام بیاد که جای استاد ماست. بیا اینجا امیرعلی جان، بیا اینجا. آقا امیرعلی بشین. امیرعلی جان، امیرعلی بشینم اینجا. میگم ما رو بردم اندازه تنه درخته، من به کسی دروغ نمیگم آقا امیرعلی. اگر نشون ندادم آب دهن تو همه میتونیم بندازین تو صورت من. سیاره رو میگم. ببینم میبینی اینو میخوام، نه اینا سمی نیست، دیدی چقدر بزرگه. بعد این بچه ها برن روبرو بایستنم. آقا امیرعلی میخوای حرف بزنی برو بشین، یا کمکم میکنی؟ کمکم کردی اولین سوغاتی رو میرم دستت باشه. اما آفرین. آقا امیرعلی از مار که نمیترسی امونه؟ خب برو اون وسط جاتو آماده کنم نمایشتو انجام بدم. برو اون وسط بشین، برو اون وسط بشین نمایشتو انجام بدم. چی باید بگی؟ دستا بیاد بالا بگی بالا بگی بالا بگی. ایوان رب العالمین، ایوان رب بعد چی بگیم؟ ای قبله اهل یقین، ای قبله چی میشد؟ این دستا تماس موتور اینجا این موقع ماشین ترکتوری چیزی میاد خطر نداشته باشه. حالا داره پشت ماشین برشه بیان اون خط بایستم. اگر آقایی کنم من دستور به کسی نمیدم. این
موتورات رو داری یک کنار نیم ساعته به جای این موتور 2 نفر برام وایسته خیلی خوبه. منم مهمانستم، پیغمبر فرمود مهمان را دوست بدار هرچند کافر باشه. طالبان 2 تا نمایش انجام بدیم با این مار، 2 تا نمایش هنری و پهلوانی. خب آقای امیرعلی آماده ای؟ اما آماده ای؟ چند سالته امو؟ 17 سالته. تا باید دست به مار زدی؟ جان؟ این مار کوچولایی که اینجا بود اینا نه. تا باید این ماری که بهم نشون دادم دیدی تو عمرت، چون برای ایران نیست. این مارا نجاتشون مار آدم خاره. این خواهرای من یه ذره میان جلو از اون رو برو. مادر منه بیا جلوتر وایسا. خواهر منه بیا پشت این خواهرها وایسین. دخترم خواهرم بیا پشت این خواهرها وایسا. بیا جلوتر. به خدا من میخوام پهلوان تبرکی رو بده به من. اونجا وایسی خواهرم از دست من ناراحت نشی. بیا جلوتر وایسا. خب آقا امیرعلی آماده‌ای؟ امیرعلی جان آماده‌ای؟ آقا امیرعلی 3 تا ضربه بهت میزنم. خب یه دقیقه سر پا وایسا. اون پیرن رو تو شلوارته درسته؟ بشین. 2 تا مار میخوام ول کنم تو پیرنت. آره پهلوان. امیرعلی جان نترس به خدا. چشم. آقا رضا سید رضا امروز نمایش بدیم این خواهرها یه تفریحی کرده باشن، ولی تماشا کن. آقا امیرعلی یه تبرکی بهت میدم، اگر از امروز به بعد بلا دیدی بلات کردن امید پهلوان باشه. اما اینو دستت میدم، اینو وارد زندگیت کن، اینو همراهت نگه دار. این خواهر و برادر میخوام بدم. من بچه درویشم، 7 پشت من این کاره بوده. 7 سالم بوده. 7 سالم بوده تو این میدونا گفتم یا علی و یا ابوالفضل. به خدا از این بازوبند به کسی دادم به اولاد بوده صاحب اولاد شده. از این بازوبند به کسی دادم بیکار بوده صاحب کار شده. به هر کی دادم یه ذره خاک ایمان و عقده داشته دردش دوا شده. زیاد ندارم، یه چند تا دونه ای دارم. یه دونم تو جیبمه، این برای خودمه. اگر قسمت شد این یه دونه خودم به یه نفر میخوام بدم، ولی این چند تا رو میخوام بدم چند تا خواهر و برادر که دور میدونن. منم جای داداشتم، مهمانتم. دیگه پیغمبر گفت مهمان را دوست بدار هرچند کافر باشد. اما آمادی کلتو تکون نده دیگه، اون سرتو تکون نده، زبانتو تکون بده. باشه آماده امو چند تا ضربه میزنم؟ 3 تا. پهلوان این یه دونه هم اگر ارزش قائل شدم به سید، این همیشه همراه خودمه. این تا همراه من نباشه من هیچ نمایشی انجام نمیدم. پهلوان اگر قسمت شد میدان من شد میدان پهلوانی، این یه دونه ای که دست خودمه اینم میدم دست یه داداش یه خواهر. یه چند تا دونم اینجا دارم. پهلوانم مولا علی مولای درویشانه، من بچه درویشم. همون چند تا ضربه میزنم؟ 3 تا. ضربه اول نه، اون خواهرای من میان جلوتر یه 2-3 متری بیان تو جمعیت وایسن. بیا پشت این بچه ها. خواهرم تو رو فاطمه زهرا بیا جلوتر، بیا ذره جلوتر. تو هم جای مادر منی، جای خواهر منی. اونجا وایسادی اگر گفتی پهلوان این بازو بنده بده بهت ندم ناراحت نشی. فقط بیا جلوتر وایسا. این خواهرای پشت وایسادن یه بار بیشتر نمیگم، تو هم جای خواهرمی. آخر میدون نگی پهلوان از این تبرک رو من بده. اگر اومده تو این خواهرها به شما میدم. دور وایسادی مشکلی برا من نداره. اما 3 تا ضربه میزنم. آماده ای؟ حواست به من باشه. امروز نمایش این مارا رو باید انجام بدم، این خواهر و برادر یه تفریح کرده باشن. آقا بله آقا ما ایرانی ها اخلاقمونه. میدونی چی میگم؟ اگر یه ایرانی بیاد جلوی ماشینم با گردن بلند کنه، ما ایرانی ها میگیم موقع بازه. 100%. هرچی بگن اینا شیشه های خورد شده نوشابه است.
بعضیا میگن پلاستیکیه، قبول داری؟ باور نمیکنم، ولی این شیشه رو داره میشکنه. به این شیشه نوشابهه. پلاستیکی باشه که شکسته نمیشه. صداش بشنو. بله آقا. من این شیشه رو شکستم. خب پشت سر من حرف نباشه. یه نمایش باید انجام بدم چون میدون دور من نیست. من جایی معرکه میگیرم. بله آقا. از کمی 400-500 نفر میان دور من. ولی من اینجا غریب بودم. شما اومدی اینجا نمایش دادی. ولی من برای اولین بار قسمت شده بیام اینجا. قبول داری؟ درست آقا. بیشترم تو سالن نمایش میرم. بله ما. امروز مهمان شما مهمان این خواهر و برادرم. فقط یه نمایش بدم نگم پهلوان ماردار بود، اما آماده‌ای. من اگر مار این وسط نداشتم 3 متر و نیم به بلاغت بود آب دهنتو بنداز تو صورت من. ولی پس دادش دیگه به اینجا کنار من. فقط یه نمایش بدم این خواهر و برادر نگم پهلوان ماردار بود. اسم چیه داشت؟ آقا سجادم مهمان بدت نمیاد. قربون ادبت. داداش شما میره بیا اینجا. یک جوان دیگه اون جوان بیاد. داداش یه دقیقه بیا اینجا. داداش با شما یه دقیقه بیا کنار من. آره بیا اینجا قربون. بیا کمکم کن با ما رو باید کاری. یه دقیقه بیا اینجا جا من. بیا مهمان بدت میاد مگه داداش؟ بدت میاد؟ عیبی نداری. به قرآن جوان میاد دور میدون من ماشین زیر پای 10 میلیارده. بگی بگو یا ابوالفضل گریه میکنه میگه یا ابوالفضل. این میدون تعلق داره با آقا علی و بچه های علی. داده چند کیلو وزن داری شما؟ 74 کیلو وزن داری ولی 1000 کیلو ادب و معرفت داری. میدونی چی میگم؟ اول میدونم واسه این پهلوان من دیدم چیکار کردی. مهمون نوازی به این چیزاست. من هر شهری رد میشم عکس 3 تا 4 تا جوون رو زده روش نوشته حلالم کن. اعتقاد ایمان کم شده. بعضیا جیبشون خالی میشه، حساب بانکیشون خالی میشه، میگن خدایی وجود نداره. خدا به انسان فقط سلامتی میده. همون برو عقب بایسا. تمام این روستا برا من باشه دور از جونم دکتر بگه سرطان گرفتم به درد من نمیخوره. قبول داری؟ قربون معرفتش. یه نمایش انجام بدم. گفتی چند کیلو وزن داری داداش؟ 74 کیلو وزن داره. یه نمایش میخوام انجام بدم. داداش تو بیا اینجا کنار من. بیا اینجا. یه دقیقه بیا. جوان نیست. یه دقیقه بیا اینجا. قربون معرفتت. کمک برام مرده. به خدا تو گوشم هم بزنین ناراحت نمیشم. من پسرم 20 سالشه. اما شما چند کیلو وزن داری؟ 60 کیلو 70 کیلو میشیم پهلوان 130 کیلو بار. من میخوام روی شیشه های تیز و برنده بخوابم. این تخته میخوام بذارم رو سینه و قلبم. این 2 نفر بالاش قرار بگیرن. داداش یه دقیقه کمکم میکنی. یه دست بوم میخوای من میزنی. ببین پلاستیکی نیست. بذارشون همینجا. کف دستتو بذاریم میخواد روش. پلاستیکی نیست. کف دستتو گذاشتی خودت یه فشار محکم بده. من آدم بیادبی نیستم داداش. پامو بذارم فشار بدم سوراخ میکنه. قبول داری؟ کف دستتو ببین. رد میخ افتاد. قبول داری داداش؟ برو اون وسط یه دقیقه وایسا. قربون معرفته. یه دقیقه اون وسط داره شما برو وایسا. این تبرکی اینجاست. میخوام بدم دست این خواهر و برادر. ولی هر کی میخواد این نمایشو ببینه دهانشو خوشبو کنه بلند بگه یا علی. هر کی اسمشو به حقیقت بیاره دردش دوا میشه بلند بگه یا علی. جوون خوابیده تو بیمارستان پهنای سینه‌اش 2 متره ولی دکتر میگه سرطان گرفته. داداش ایشالا تو جوونی هر چی میخوای خدا بهتون بده. ایشالا تو این روستا جوون مرگی نیاد. تو این روستا جوونای روستا توی جوونی به آرزوشون برسن. پهلوان فقط یه نمایش بدم نگم پهلوان ماربازه. این نمایش دادم نمایش مار بزرگ. تبرکی رو بدم دستی خواهر و برادر. همه رو بسپارم به خدا. بعد چی بگیم؟ ای غم زیر کمر شیشه اگه یه دونه تو خونت بشکنه
جارو برقی و خاکنداز میری تو پای زن و بچت نره. خواهر برادر روی قلبش یه دونه از این میخواه، این میخواه رو نگاه بکنی، یه دونه از این میخواه بره داخل قلبش. دکتر عمل نمیکنه، دکتر جواب میکنه، ولی همین نمایش رو داخل عصر جدید دادم 4 تا رای سفید گرفتن. ولی امروز سلامتی خواهر و برادر نمایش بده. نمایش داد، پول ازت نمیخواد. اگه تشویقش کردی حیوان آورده، مار آورده 3 متر و نیم طولشه. میگم این مار بزرگی بگیره سر دست. علی آقا در هر کجا جویم همدیگه رو میگیریم، پهلوانو میگیریم. 3 گفتم پاهاتونو میذاری اینجا، این دوتا رو بشینیم دورش. 1 اگه ارزش داره یه دسته مردونه بزن، یه دسته غیرتی بزن. باقی میشینه بلند میشه لنگر میندازه. میخواه از داخل بدنش کشید بیرون، زیر کمر شیشه پرود نشد. که شیشه از پشتش افتاد. خب این داداشای زنه میان جلو، یه جلو وایسا من با رو دیگه نشون بدم. پهلوان این داداشا به احترام آقا ابوالفضل یه خط بکش با یه رو خط وایسن، ارزش باریشو به مهمان. اما آقا بسر برو روبرو وایسا، برو روبرو وایسا. پهلوان این درشا رو بگو بیان جلوتر، اون جعبه رو بذار جلوتر، این روبروی میدون من یه ذره کوچکتر کن. این خواهرها این درشا بیان رو خط وایسن. ببینم میتونی بیای وایسی؟ من تو ارمنی ها نمایش میدم، میگم جان عیسی جان موسی ارزش قائل میشم. هر کی میدونه آقا ابوالفضل درد دوام میکنه به احترام آقا ابوالفضل بیار روی خطایی که من کشیدم وایسته. داداش میای رو خط وایسی؟ 10 دقیقه من مهمانتم، بزرگتر اینجا نمیبینم. قربون معرفتت، من چشم به 4 تا بزرگتر بخوره. بیا جلوتر، با همون موتورت بیا جلو، بیا جلوتر. اون خواهرای من میان جلوتر وایسن. خواهرم بیا جلو وایسا، بیا جلو وایسا. اون خواهرای من یه ذره بیان جلوتر، این بچه ها سر صدا نکنن. خب آقا بزن، آقا بزن، بشین پشت جعبه. 3 تا ضربه میزنم، ضربه اول نه، ضربه دوم نه، ضربه سوم زدم در جعبه رو باز کن. آماده ایمون؟ آفرین. آماده ای؟ نترس، حواست به من باشه. اون مارا رو دختر بچه ها میندازن گردنش. خواهرم تو رو قرآن بیا ذره جلو، این همه دارم خودم و تو رو قسم میدم، بیا جلوتر وایسا. آماده ایمو؟ چند تا ضربه میزنم؟ 3 تا. ولی هر کی هم میخواد از این تبرکی نصیبش بشه، این به یه روایت تو مشت دختر بچه کور آقا امام رضا شفاش داده پیدا شده. ولی تمام ایران و من تمام ایران رو من نمایش دادم. هر امامزاده کوچیک بزرگ رسیده تبرکش کردم. قبر آقا ابوالفضل آقا امام حسین روایت شده. پهلوان شب تولد علی میشه، ما درویشا تو خونمون ذکرخونی میکنیم. تمام درویشای حق توش ذکرخونی کردن. این تبرکی رو بهت میدم، زیادم نیست، نمیدونم 10 تا 12 تا 15 تا نمیدونم. به هر کی رسید یا علی، بله به هر کی نرسید از من ناراحت نشه، ولی اینو بهت میدم یه نیتی. آقا به سر صدا نکن، یه نیتی گوشه دلت بکن. من از نوک پا تا سرم عیب و رد و غلط و ایراده، ولی هر کی میخواد این بازوبند نصیبش بشه دهانشو خوشبو کنه، جمال پیغمبر یک صلوات بلند بفرسته. آقا سر آماده ای؟ ولی باید دلت بشکنه. میدونی چی میگم؟ میگه تا دلت نشکست اشکت رونقی پیدا نکرد، تا صدف نشکست هر قیمتی پیدا نکرد، تا دل مرد خدا ناید به درد هیچ قومی را خدا رسوا نکرد. بابا بچه سرطان داره، میره پشت پنجره امام رضا میگه یا امام رضا بچه‌م سرطان داره، شفای بچه‌مو بدی 500 میلیون میریزم تو حرمه. ولی پهلوان آقا امام رضا من خدا میخواد، همه چی خداست، قبول داری؟
ولی یه پیرزن 1000 کیلومتر از مشهد دوره، چشاش کوره، بچه‌ش سرطان داره، ولی دلش میشکنه، گریه میکنه، میگه یا امام رضا چشام کوره، بچم سرطان داره، نمیتونم بیام مشهد، شفای بچه‌مو بدی؟ هر که اومد مشهد نیم کیلو گندم نظر کبوترات میکنم. بچه اون پیرزنه رو خدای امام رضا شفا میده. حالا میخوام نمایش مار بدم، ولی میخوام تبرکی رو بدم به این خواهر و برادر. میخوام این وسط ذکرخونی آقا علی و بچه های علی رو کنم، مرشد زورخونم. یه نمایش دیگه میدم، این نمایش خطر مرگو داره. این نمایش رو عموی من انجام داد، خبر مرگش واسه خانواده‌اش بردم. ولی این 5 دقیقه‌ای که من این نمایش میدم، تو رو قرآن دلتو بشکن، غرورتو بشکن، دلتو شکستی سرطانی ها رو دعا کن، دلتو شکستی زندانی های بیگناه رو دعا کن. این نمایش انجام دادم آقا امیرعلی، دیگه نمایش انجام نمیدم، فقط نمایش مار. چی باید بکنم؟ دستا بیاد بالا بکن. بعدش چی بگی؟ ای قبله اهل یقین، ای قبله چی میشد؟ این دستا تا طالبان، این زنجیر رو به خاطر خودنمایی نبستم، این زنجیر رو به خاطر ناموسم بستم. 5 ظهر به زنجیر میزنم، پاره شد نظر مولاست، پاره نشد قول میدم با دست بچه مار بزرگ در بیارم، دستمو بدم تو دهان مار بزرگ، رد دندون مار خون بزنه این داداشا، این برادرها، این جوان مردا ببینن. ولی عموی من 2 زنجیر بسته بود به بازوش، به جایی که زنجیر پاره بشه رگ قلبش پاره شد، خبر مرگش واسه خانواده‌اش بردن. طالبان، بعضیا دور میدون من میخندم، من جوک نمیگم، من نام ابوالفضل میارم. فکر کن زنجیر پاره کردن من دروغ از این بالاتر، ولی نام ابوالفضل توش دروغ نداره. من نیومدم اینجا زنجیر ببندم اون جوون بگه پهلوون اومده برو بازوش نشون بده، همون بچه کوچولو تو گوش من بزنه، من این فرفره دور خودم میپیشم، دوره زور بازو گذاشته. عموی من پهلوون خبر مرگش واسه دختر بچهش رسیده، هر کی میخواد خبر مرگم واسه اون دختر کوچولوم نرسه دهانشو خوشبو کنه، بلند بگه یا ابوالفضل. اون ابوالفضل رو میگم بابا ارمنیه. طالبان، اسم بچهش میذاره ابوالفضل، بلند بگو یا ابوالفضل. میرم وسط 5 ظهر به زنجیر میزنم، اگر پاره شد نظر مولاست، ولی تو رو قرآن این 5 دقیقه دلتو بشکن، نگو چرا تو زندگی من بلاست، نگو چرا به چه کنم به روزگار افتادم، چرا اعتقاد ایمانت کم نشه. 5 دقیقه دلتو شکستی به خدا دردت دوام میشه، دلتو شکستی سرطانی ها رو دعا کن. آقا من به تو مدیونم، بچه رزقی دادی از شما میخونم. آبروم آقا من به تو مدیونم، از شما ممنونم. یا ابوالفضل یا عباس یا ابوالفضل مار چغرا زدم یا امام حسین. چای گرفتار شد، پشتشو خالی کردن و پیکسو بیار شد، هرکی یه جورایی بلا رو سرش آوار شد. برید بگید هرکی که غم دیده و غمبار شد، هرکی عزادار شد، حال دلش زار شد، غمش طلبکار شد، هرکی که بیمار شد، خلاصه هرکی هر
عباسی 4-5 تا زور زد به این زنجیر. با غیرت نگاه به صورتش بکن. مرشد زورخونه 90 کیلومیل داخل گود زورخونه میچرخونه. ببین من خودم با چشای خودم میبینم این ماشین میگیره جلوی ماشین رو بلند میکنه. زوری که به زنجیر میزنه، هر زوری که به زنجیر میزنه به جلوی ماشین بزنه راحت بلند میشه. ولی زنجیر آهنه، آهن رو برای قسمت نامد. هر کی میخواد قلبش نترکه، هر کی عاشق ابوالفضل بلند بگه یا ابوالفضل. یا ابوالفضل خجالتش نده. آره کار فقط کار ابوالفضل علمدار، کار فقط کار ابوالفضل علمدار. گرفتاری بگو بی کس و یاری بگو، چیزی کم داری بگو یا ابوالفضل. زمین خوردی بگو یا بد آوردی بگو، کم آوردی بگو یا میگه بازش کن معلوم یه حرفت بزنه. زنجیر رو بازش کن قربون رحمت قربون معرفتت. زنجیر رو بازش کن. عیبی نداره یه دونش پاره شد، کسی به من نمیخنده. اون تبرکی رو بده من. قول زنجیر پاره کردن ندادم من. بدنم شد خیس عرق، معمول اصبالم نکردم، دزدی نکردم پهلوان. نام ابوالفضل رو آوردم ولی زنجیرت دیگه پاره نمیشه. اون جعبه رو بیار اینجا ما رو بزرگ در بیار. پهلوان یه دقیقه زیراندازم 5 گم واسه. کسی پول رو میدون من نداره. من هنوز زحمتی نکشیدم. تو رو قرآن کسی پول تو میدون من نیاره. من هنوز زحمتی نکشیدم. پول مفت بگیرم سرطان میگیرم. پهلوان چند تا زور به زنجیر زدم. نظر آقا ابوالفضل یه دونش پاره شد. من کسی نیستم ولی نظر کرده یا آقا ابوالفضلم، علمکش آقا ابوالفضلم، بچه درویشم. پهلوان یه خواهشی ازت بکنم، انشالله قسمت کنه همه رو کربلا. 3 بار پای پیاده، 2 بار با کاروان رفتم کربلا. از کنار قبر آقا ابوالفضل آقا امام حسین یه دونه پرچم آوردم. شمایل زیبای آقا امام حسینه. کنار این پرچم خیلی ها دردشون دوا شده. که رو صحن و سرای آقا ابوالفضل بوده. کنار این پرچم خیلی هم بیادبی کردن، چوبشو خوردن. من نفرین بلد نیستم، من فقط دعا میکنم. ولی چشمت به شمایل زیبای آقا امام حسین افتاد، قلبت روشن شد، جمال پیغمبر یک صلوات بلند بفرست. عمل نمیم منه چیه پهلوان. قول زنجیر پاره کردن ندادم قبول داری، اما بشین کنار من. ولی میخوام این خواهر و برادر رو یه دعا کنم. آمین اسم 4 پیغمبره. الف آدم میم محمد یه یحیی نون یه پیغمبر. میخوام این خواهر و برادر رو دعا کنم. اگه حارت نمیشه به دستتو بگیره با آسمون یه دعا کنم. میخوام تو رو دعا کنم. اگه حارت نمیشه دور از جونت، اگه میدونی مردن دروغ نیست، اگه میدونی سرطان دروغ نیست، یه دقیقه دستتو بگیری به آسمون دعا کن. میگم الهی به حق ابوالفضل، به حق امام سجاد، امام زین العابدین، بیمار مصلحتی کربلا، تمام مریضای سرطانی، مریضای خواهر و برادر رو شفا بده. بلند بگو الهی آمین. آقا امام رضا فرمود هر که جان جوادم قسم بده دردشو دوا میکنم. منم میگم یا امام رضا جان جوادت، این جوانای دور میدون منو، جوانای این روستا توی جوانی بارزشون برسون، جوان مرگشون نکن. تو رو قرآن پولتو بردار. جوان مرگشون نکن. بلند بگو الهی آمین. یا ابوالفضل یا امام حسین، رزق روزی بچه های روستا رو 1000 برابر، جوش های روستا رو 1000 برابر کن. بلند بگو الهی آمین. این دستو بکش به صورتت، یک صلوات بلند بفرست برات بریزه. اما آمادی بشین اینجا. پهلوان من 12 تا از این بازوبند رو جدا میکنم، دعاشو میخونم، 12 نفر بیان از دست من بگیرن. این تبرکی رو بگی وارد زندگیت کن. اینو بگی رو به قبله خونت بده. تو خونه برکت زیاد شد، الفت و مهربانی زیاد شد،
جنگ و دعوا کم شد از خودت ندونی، از خدا و یه ابوالفضل بدون. اینو بهت میدم وارد زندگیت کن. فردا صبح بهت پیامک اومد، گوشید زنگ خورد، خبر خوشحالی بهت رسید، از خودت ندون، از خدا و یه ابوالفضل بدون. اینو بهت میدم مریض داره بین نماز مغرب عشا، بره کن نماز حاجت بخون. این بازوبند 4 گوشه داره، یه لیوان آبی قطر و گلاب میشه آب و گلاب. آقا بسر این بازوبند 4 گوشه داره، 4 گوشهشو بزن تو لیوان آب و گلاب، بده مریضت بخوره. دکتر خبر خوشحالی بهت داد، از خودت ندون، از خدا و یه ابوالفضل بدون. اینو بهت میدم مریض داری، گرفتاری، خرجی عروسی میخوای، کدشره کربلا، عاشقی، مستاجری، وسیله خدا میخوای، اولاد از خدا میخوای، نمیدونم هر مشکلی داری حاجت یه نیت کن. پهلوان من پدرم اهل کتاب بود، قبول داری؟ خودم اهل کتابم، چله‌نشین پاکستانم. پهلوان بعضیا میرن جای این دعانویسا یه دعا براشون مینویسه، میگه 500,000 1 میلیون بکش، ولی من اگه 10 تا دعا برای کسی بنویسم میگم یه هدیه بده، چون پدرم به من نصیحت کرده، استادم به من آموخته. پهلوان ولی میخوام دعاشو بخونم، به 12 نفر میخوام هدیه بدم ببرن، ولی این 12 نفر پهلوان این 12 نفر نیت کنن این بازوبند از من بگیرن، این هدیه شو به 2 تا خانواده یتیم حلال کنن. بسم الله الرحمن الرحیم. از دارنده این دارت کردم، شر بلا، شر قضا، شر تصادف، شر ناخوشی، به حق 4 ملک مقرب خدا، اسرافیل، ازرائیل، جبرائیل، میکائیل، به حق صخر شیاطین عجیبون طالبون، تناهوش، جبک اصلا سلطان دکانوش، بسته شود چشم دشمنان صحابی نایه، به حق بسمی تعالی و جعل من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدن فاغشیناهم فهم لا یبصرون. یا ابوالفضل قسمت هرکی میکنی دردشو دوا کن، حاجتشو برآورده کن، بلند بگو الهی آمین. پهلوان این 12 نفر چیکار کنن؟ میگه چه خوشگو پیغمبر با وفا دعا بی هدیه نداره شفا. این 2 تا هدیه داره. هدیه اولش نثار مرده من، همکارای من، نثار مرده خودت که زیر خاکن، آخرین صلواتتو بلند بفرستی. این صلوات بره نثار مردت. چشم پدرم، چشم، نوکری تو میکنم، یه دقیقه صبر کن. پهلوان این بازوبند از من گرفتم به نیت اون 2 تا بچه یتیم، به این آقا ابوالفضلی که اسمش میارم گوسفند برام آوردم، ولی من ازت نمیخوام. به این آقا امام حسین کنار این پرچم انگشتر طلا گذاشتن، ازت نمیخوام. این 12 نفر نیت کنن، پهلوان شد به من و خانواده من حروم کنن، ولی به 2 تا خانواده یتیم حلال کنن. اگر دارن یه نظر بزرگ، اگر ندارن یه 300,000 200,000 یا روی پرچم بذارن یا تو این کارخانه هیئت من بکشن، ولی این تبرکی رو از دست من بگیرن. یه نفر بیاد اولیشو به نیت علی علیه السلام از دست من بگیره، ولی این پولون بچه یتیم میخوره، سر نماز برای ذکر صلوات میگیره. بازوی من جلوی تو مرد ترکید، اولیشو بده رونده داشت، یه نفر دومیشو به نیت آقا امام حسن از دست من بگیره، نام امام حسن رو خریداری کنه، بگه پهلوان من این همه پول خراب کردم، ولی خودم و خانوادم و بیمه یا آقا ابوالفضل میکنم. پهلوان یه 200,000 100,000 بده، یه نفر بیاد دومیشو از دست من بگیره. از کجا پیدا میشه؟ تو این همه جمعیت دومیش از دست من بگیره. من 12 نفر خواستم جمعش کنم بذارم تو این پاساژ، بگو 1 میلیون 2 میلیون، اگر دارم قاتل علی منم. دومیش از کجا پیدا میشه؟ یه 200,000 100,000 به نام آقا ابوالفضل به نیت اون 2 تا خانواده یتیم پهلوان یا رو این پرچم بذاره یا تو این کارخانه هیئت من بکشه. دومیش از کجا پیدا میشه؟ بگه پهلوان سر جونم فدای ابوالفضل. اصلا من همینجوری میگفتم باید میومدی وسط. دومیشو بده به این داداش. امیدوارم آقا امام حسن هر دردی داری دردت دواشه. یه نفر سومیشو پهلوان به نیت آقا امام حسین بیاد از دست من بگیره، نام امام حسین رو خریداری کنه.
اینو بگیره وارد زندگیش کنه. هر مشکلی داری حاجت یه نیت کنه. مریض داره، گرفتاره، خرجی عروسی میخواد، تذکره کربلا، عاشق مستاجر وسیله خدا میخواد، اولاد از خدا میخواد، نمیدونم. سومیش نام امام حسین خریداریشه. پیدا میشه من جمعش کنم؟ نمیای وسط عیبی نداره. من 1000 توشم باشه برای خودم کمه. به خدا گوتون آوردن این بازو بنده گرفتم. سومیش از کجا پیدا میشه؟ توی این همه جمعیت بابا ماه محرم که میشه پهلوان آب سردکن میبره 200 میلیون 300 میلیون میبره تو هیئت آقا ابوالفضل. بگم زیاده خاک تو سر من، ولی یه نفر سومیشو نام امام حسین رو خریداری کنه. بگه پهلوان خوش اومدی، بگه پهلوان تو مهمان منی، من فکر میکنم تو رو یه شام دعوت کردم. یه 200,000 100,000شو به نام آقا ابوالفضل یا روی پرچم بذاره یا تو این کارخان هیئت من بکشه. پیدا نمیشه. این همه جمعیت دور منه. الان نمایشین ما رو بدم بلیتش 100,000، ولی افتخاری نمایش میدم. ولی تبرکی رو از دست من گرفتی وارد زندگیت کن. هر مشکلی داری حاجت یه نیت کن. مریض داری، گرفتاری، خرجی عروسی میخوای، تذکره کربلا، عاشق مستاجری وسیله خدا میخوای، اولاد از خدا میخوای، نمیدونم. این همه جمعیت دور من خاک تو سر من. بگم 12 نفر پیدا نشه. سومیش نیست بیاد از دست من بگیر. همین 3 نفر بیان منو بسته. من نام امام حسین آوردم. نانی پهلوان یه نفر بیاد همین آخریش از دست من بگیره، حرف این سید زمین نخوره. بگه پهلوان سومیشو بده دست من، بده دست این نداش. پهلوان میرم وسط 2-3 تا زور میزنم. من سرم پایینه، هر کی میخواد بره الان بره، ولی میرم وسط. زنجیرم پاره شد نظر مولاست، زنجیرم پاره نشد کسی به من نخنده. ولی من میرم وسط. پهلوان من سرم پایینه، کسی رو نمیبینم، هر کی میخواد بره الان بره. ولی اگر زنجیرم پاره شد بخوای بری حق بازی منو ببری، پهلوان به خدا بد جایی خرج میکنه. اگر زنجیرم پاره شد دوست دارم همه تون بیاین وسط. بگو پهلوان خوش اومدی، فکر کنم من غریبو یه شام دعوت کردن. اگر زنجیرم پاره شد دوست دارم همه بیان وسط. عنوان انعام پهلوانی، سله پهلوانی با یه انعام ورزشیشون درد بازوی من جوان رو ساکت کنن. ولی هر کی 200,000 100,000 داد این بازوبند رو بهش میدی. من میرم وسط 2-3 تا دیگه زور میزنم. پاره شد نظر مولا، پاره نشد کسی به من نخنده.